توی این ویدیو قراره که بستنی لقمه‌ای دومینو رو تست کنیم و با توجه به جلد، قیمت و طعمش بهش نمره بدیم و ببینیم ارزش خرید داره یا نه. خب بسته‌بندیش صورتیه و تقریبا باحال، جدیده، من تا حالا ندیده بودم همچین بسته‌بندی رو. از 1 تا 10 بهش نمره 7 میدم. قیمتش 50,000 تومنه، نسبتا زیاده. و بریم با اصل موضوع، طعمش که از همه مهمتره. توش چند تا تیکه میبینیم، یه دونه تیکه مربع که خیلی جالبه، جدیده. پشما، بعد هر تیکه فرق میکنه، مربع، ستاره و قلب و چند تا چیز دیگه. خیلی خوشمزه است، خیلی خوشمزه است. به طعمش نمره 10 از 10 میدم و واقعا ارزش خرید داره. پشمام چقدر خوشمزه است، خیلی خوبه. حتما اینو تستش کنید. تا ویدیو بعدی، خدا نگهدار.